بیا تا پرفروش‌ترین کتونی‌های امسال رو با هم مرور کنیم. شماره 10 و آخرین نایکی وی 2K که یک کتونی آینده نگره با یه استایل اسپورت هم عالی میشه. شماره 9 نیو بالانس 2002 آر، یه کتونی محبوب برای کسایی که هم استایل میخوان هم راحتی. شماره 8 اونیتسوکا تایگر مکزیکو 66 یکم اسمش عجیبه. خب یه کتونی ظریفه به نسبت و ظاهر کشیده‌ای داره، با استایل رسمی‌تر عالی میشه. خب جزء کتونی پرفروش هم بوده. شماره بعدی نایکی پی 6000. کسایی که استایل Y2K و حالا اسپورت دوست دارن، کتونی خوشگلیه. 6 آدیداس توکیو که یکی از کتونی‌های پرفروش امسال بوده واسه کسایی که استایل مینیمال دوست دارن، کتونی مناسبیه. شماره بعدی نایکی ایر فورس وان که یکی از کاربردی ترین و پرفروش ترین کتونی‌ها توی چند سال اخیر بوده. امسال هم جزء لیست هست. با هر استایلی میتونید بپوشید تقریبا. شماره 3 6NYC که این کتونی ادامه ترند رترو رانرها بوده، یعنی کتونی‌های ورزشی اومدن وارد دنیای مد شدن، مناسب استایل خیابونی و اسپورته. اشتباه گفتم، شماره 4 بود، الان شماره 3 نیو بالانس 530 چند سالی از جزء کتونی‌های پرفروشه و خیلی هم کاربردیه واقعا. شماره 2 پوما اسپید کت که خیلی ترند شده امسال، سر همین فروشش خیلی رفت بالا، الهام گرفته از مسابقات اتومبیل رانی و حالا استایل Y2K هست. این کتونی نیاز داره یه مقدار جسارت توی استایلتون نشون بدید. و مورد اول آدیداس سامبا اوجی که مناسب استایل مینیمال و کوایت لاکچریه. کامنت کن کدوم از این کتونی‌ها رو گرفتی.